لباس کبود بنویس بر باور رو بنویس از من بنویس بنویس عاشقی کی بود بنویس 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 خوش خبر اکا جاوید مدونت قوتی اکا جاوید ها پرویز جون تنجی از چی به قدور میزنی؟ که جاویدون لبا این اصلا برای چی؟ اون شما چوپان نستید کو؟ چوپانم نباشم یک روز میبینی که این اصلا در کار نشود میفهمی؟ قریب از خاطرم برآمده است چی؟ اکا جاوید اومده این قوتی را با من داده گفت که این را با شما رسونم در درون این قوطی چی باشد؟ خیلی میبینی اکنون میتوانی روی خیر من رفتم سلام جاوید من اومیده روزی از روزی که تو رو دیدم مهری تو رو در دلم جا کردم هر گاهی که از نزدیک خانه ما میگذری خودم رو گم میکنم شاید این از اون باشد که من عاشقت شدم شاید خدایا این دختر دیوانه شده چی؟ این چی سنسته؟ این چی شرمندگی ها؟ عاشق شدم اومیده این چیست؟ گفتم میتوانید با من این خیل این نکن اینو پین نکن آخر ما در یک دهه زندگی میکنیم که مردم عشق و محبت رو بمبا میفهمد و من نمیخواهم که افسانه دهانی مردم شود اگر این را رحمت شنود قیامت میشود بیا میرویم گفتگی بر این اگر یک بار دیگر این نغمت رو تکرار کنی با خدا قسم که در پیش مادرش شرمنده‌ات میکنم فهمیدی لیلی؟ خدایا چرا ما رو عاشق کردی؟ آخر مگر عاشق شدن گناه است؟ اگر عاشق شدن گناه باشد پس چرا ما رو عاشق کردی خدایا؟ سلام خالای تابان شما چخیر؟ ای زینب بسیار کوچه‌گردی نکن من تو رو کلین کردنی تشویش نکشه خالای تابان ما دخترانی زمانوی با ما پسرانی زمانوی در کار نه بلکه پسری شما با دخترای این زمانه گپ زدن نمیشود میدانی امیده جاوید را دوست می‌دارد اما جاوید امیده را دوست نمی‌دارد اگر جاوید را بینیم با او میگوییم که امیده تو را دوست می‌دارد انا دگونه جان بعد میبینیم که قیامت میشود قیامت که شد امیده شرمنده میشود بعد من و تو از دو نگاه کرده میخندیم دیدم روز چی رو دیدی؟ گفتم میتوانی تو رو با امیده دیدم دمت رو بگیر تیمور جاوید اگر ما خطا نکرده باشیم تو رو همراهی امیده دیدیم
ما از سخنهایتان پی بردیم که تو او را تنقید میکردی. بله راست، من اومیده رو تنقید میکردم. اومیده گمان دارد که من با او عاشق شدم. این خیلی دختر لایق تعریف نه، لایق تنقید است، میفهمی؟ های برادر، با خود بیا. خود تو را دختر دوست دارد، از عشقت لب کشاید، باز تو را تنقید میکنی؟ بیا مان. جاوید، تو در حقیقتا دیوانه هستی. هوس اومیده رو تمامی مردم دیه میخورد و تو باشی نمیدونم. با من چی؟ خوردن گیرم. من دیگر کار ندارم که هوس اومیده رو خورم. جاوید، تو با فکرم باره عاشق نشده ای و عشق و عاشقی رو هم نمیدونی. عشق این مهمانی ناخوانده است. عاشق بودن اگر گناه باشد بگذار من گناهگار. من دیگر کار ندارم هوس هر یک کس رو خورم. از برای خدا مرا تنها مانید. کارم از موی سرم بسیار. شما وقتی مرا گرفته شدید، میفهمید؟ شما به کار مونده اومده مرا عصبی میکنید. تو هیچ وقت گپی ما رو نمیگیری. ظریف، بیا رفتیم. فکر کند که کاری خوب کرده است یا بد. مایلش ما رفتیم. خب رویدک. اگر شما سفسطه‌گویی نکنید میکفید. خدایا، این چی حسیات است که وجودم رو مثل آتش میسوزد. چرا سیمای اون دختر پیش چشمانی من میآید؟ من او رو تنقید کردم، او رو غمگین کردم، از عشقش ناامیدش کردم. دخترک بیچاره توسط مکتوب دردش رو نوشته است، ولی من باشم با او درد دادم که رنج میکشم. آخه من عاشق شده باشم. چرا دلم با او میسوزد؟ چرا از سخنهایی که با او گفتم پشیمان شدم؟ اگر از او بخشش نپرسم با گمونم تمام شب خوابی میکشم. دلم هم عذاب میدهد. اومیده، روزی در روز با کارهای خانه مشغول میشوی، سیر و گشت را از دست میدهی. این کاری خانه تمام شوی ندارد. شوهر که کردی در خانه شوهرت چنان کار میکنی که حتی وقت نمیابی خود را با آینه نگری. دخترها، دیگر کار ندارید؟ روید با پس کارتان شوید. زینب، سخنانت را با این مادر و دختر حیف مساز، چون که آنها با مثل من و تو زمانوی نیستند. رنگ شما دختری من زمانوی شود نشود. میدونی دل افروز، دخترش که زبانش را خورده باشد مادرش زبان دارد کو. با گپای آنها اهمیت ندید. خودتان رو خسته نکنید. حالا کارم زیاد. مایلش دخترم، من رفته یک سری قدم همون خونه سوالات مویت رو خبر گرفتم میویم. فقط زودتر مادر جان. رحمت میدونی چی؟ دو شب من یک دم استراحت کنم، تو فقط مرا غم میدهی. چی گپ است شوکر؟ گپ زن کو. انا گپ میزنم. زمین و آسمان شاهد است. اومیده را با جاوید دیدم. اومیده را با جاوید؟ چه خیل در کجای؟ در پیش خانه اومیدهشم به خدا. رحمت باور کن، این ابله میدوند که اومیده خوشحالی تو است، میخواد تو رو عصبانی کنه. این ده به خدا، اگر باور نکنی رفته میبینیم. مایلش میرویم میبینیم. اگر اومیده را با جاوید نبینم تو را میکشم. مایلش به خدا، من راضی. رفتیم با ماشین. مادر جان، کنی سنجیده بینید با مزه شده است یا اینکه نه؟ بای دخترم، چخیل با مزه، دسته که درد نکند. شود مادر جان، بایستی ها؟ دخترم، ایست تو با کجا؟ تو هم کشیده خور؟ مادر جان رفته آب بیارم بدتر میخورم. ایست دخترم. خدای مادرم پی بردن چی؟ کنی با من نگر. چرا افزایت بیجو؟ یگان کس تو رو غم داد؟ نه مادر جان، همش خوب است. مادرم از کجا پی برده باشند؟ اومیده ایست.
اومده من شرمنده رو ببخش. تو امروز عشق چیز نمیدونستم. تو ما رو از اون عشق خبر کردی. من تو میخندی؟ تو چی خنده ای مرا دیده نمیخواهی؟ یا اینکه میخواهی که خنده مرا ترک کنی؟ میجونم خنده بازی بگی تو زبنده. شما نمیبینم راحت. بابای عثمان کارش راستی درست پند و نصیحت گفتن است. با سخنهای پند و میزش تمام کودکان را جلب کرده است. کودکان هم هر روز همین وقت و ساعت در آنجا جمع می شوند. نه تنها کودکان بلکه کلان سالان هم برای شنیدن سخنانی او می روند. میخواهی پندهای او را شنوی؟ برای چی نه؟ البته رفتیم. شما خواهش بچه جانا گپی ما پیرهای گوش کنید که به پیری رسید. لیکن هر خیل گپ گوش نکنید. ما هم پیرو بعضا خطا میگیم، بعضا گپای نادرست میگوییم. شما درستش گیرید. فقط از شما یک خواهش، در مشکلی صبر کنید و شکر کنید. شکر انا همین وطنی کنید. برای فهمیدن و دانستن نیک و بد آدم باید عقل داشته باشد. عقل چی پوره میکند؟ دانش، سوادناکی. دانش چی پوره میکند؟ خواندن. وای وای وای، ها مجنونی لین، تنی خیز از جای میدونم با تو چی کار کنم. میکنی؟ گریبونی ما رو شما چی کار میکنی؟ این را لطفا گفت کنید. نامردا. امیدا امیدا در از خدا ترسید، انصاف کنید. زبانت را دیگه تو خاطری ریشی سفید است وگرنه گوشانت رو بگو. ای بس آخی منصفه تو باشی با من سر و کار نگیر. با تو پرسان گم میزنم. چونان میکنم که زبان را فرو میبری. عزیز دیلم ای بس این بچه ها چی نداری ما تو رو چقدر دوست میکنم. آخر تو انتخاب دلی من هستی، بفهمی این رو. زندی ابله رو بکو بده. برای خدا رحم کنید. آخر انصاف. ظریف با فکری تو جاوید اومیده را دلبرداری میکرده باشد یا نه؟ ظریف رحمت با آدمونش اکه جاوید را دلت تو کوب کرده ایستادم. خیزت بر وقت رویم که او را میکشم. تیمور این کودک چی ها گفته ایستاده است؟ چیزی میگوید راست. اگر این طور باشد زودتر رفتن در کار. زودتر رفتیم. و من زور میشوی و در آن وقت فایده ای نمی کند. رفت دف شو. موسفید سخنهای تو در دلم است و نزدیکی وا میخوریم. ریشانت را باشد یک تا با یک تا میکنم. پروردگاری 18,000 عالم، ما بندگان خامت را ببخش. آخه این چی بدبختی. جوان بودن، عاشق شدن، چی بدی داره. ما که یگان بی آدابی و بی تمیزیشان ندیدیم. شرط بود همین جنگ و جدال و خونریزی، همین خشم نمیشد به خوبی فهمید. تو اینجا ما مردم دانن که رحمت برهانوف محافظ دارد. حالا دیگه رفتیم. رحمت کلورم اگر تو اپد رو سلام ندهی من سلام میدهم. سلامی رحمت قهرمان رو به تو میرسد. تو باز آمدی؟ تو خودت را دوستی برادرم شماریده دم به دم به خانه ما میایی، لیکن نمیدانی که به وی خیانت داری. حقیقت یک روز نه یک روز روی آب میبراید. ایست به کجا؟ رحمت فهمیدن گیرد. مخبره دم به دم اومدنم رو از من دیده تو بسیارتر میخواهی. همین خیلی نه. فقط یک بار. شرم و حیا نداری؟ چی گفتگو کرده ایستاده ای؟ پیش از آمدنت allakay خبرهای بدت به من رسیده آمد. ای بس کنه مادر جان، همش در دلم زد. ایست میگویم. باز به کجا میروی؟ شرم نمیداری؟ روزی در روز در کوچه ها بیهوده میگردی. ایستا میگویم به تو. من به آن خاطر به تو رحمت نام نهادم که از تو رحمت شنوم، نه اینکه لعنت. من با پدرت زنگ زده همش رو یک به یک گفته میگم. گویت گفتن گیره چی؟ زمین به آسمان برآمده میچسبن مگر؟
بگذار در برمخونه جاوید ناله نالیدن گیرد. ما باشیم مثل هر وقتا کیف و صفا کرده میگردیم. همین طور نه؟ رحمت دود هست؟ هست کلدگی به نفس. رفتیم. اوه پسرم جانم، خدا را شکر که تو را صحت و سلامت میبینم پسرم. من میدونم با اون صغیره عاقی پدر چی کار کنم. اما جان جنگ چی در کار است؟ موند اون سگ رو با احوال خودش گشتن گیرد. من این کار رو اینطور نمیمونم. تو خودت را احتیاط کن. میلش خی خی بچه جان، تا پگاه در امان خدا باشی. دا شکر در خانه در کجا بودم؟ مثل هر وقتا چی با ما شما رو پیشواز گیرم؟ در اومدن گیره. من انتظار مرحمت. اوه این شام افتاب از کدام طرف غروب کرده باشد که رحمت ضیافت کرده است؟ این همش به خاطره که ما توانستیم جاوید را به بیمارخانه گسیل کنیم. همین طور نیست؟ میدونی چی؟ او را من به بیمارخانه روان کردم. یک تا زدم. ای وای من نکن. ای دوستم همین خیز زدم دلش از کار موند. ای میتونم اشکم بی این میتونه بشه. با فکرم از بیمارخانه سلامت نمی براید. ماهپری لبای چای را بیار میگویم. نمیفهمم، دیوانه میشوم. چیز لازم شده ماند 10 بار تکرار میکنم. ای دختر شرط است که آوازم را بلند کنم. آخر دیدی که بچه ها اومدن، اما چای را زودتر بیاری چی کار میکندن؟ استاد رودکی چونی فرموده است که گر بر سر نفس خود امیری مردی بر کور و کرر نقطه نگیری مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده بگیری مردی. البته ما مردیم. شکر جان برای مرد بودم و منوشیم. سلامت باشین رفیقا، هم خیلی اومدن گیرین میشینیم. خیلی ما باید در حلقه دوستان باشیم همه وقت، چون که دوستی ما این میستد، یعنی میموند دوستی، چون که برای هر یک انسانی که میفهمد دوستی بهترین چیز از بین ما. باید این را از یاد نبراریم. دوستی بهترین است. رفیقی دوستی این یارو دوستی با یکدیگر بسیار زیبنده و ارزنده است. برادر عزیزم خیلی شکر جان. رحمت آش را کشم. بچه ها با آش چی هستید؟ نه ما سر هستیم، تنها ماهی. ما سر هستیم چون که ماهی ما را انتظار است. گوش کن، اگر مادرم از این خبر یابد روزت سیاه می شود. از خانه دفن میکنم. فهمیدی؟ کدام گپی شما را گفته بودم؟ همین طور. این بهترین ماهی است. شاکر جان کنی مرحمت. کم تریگه ایلاوه کن. بگی بدنفس. کلدگی به کلا. او دیوانه تو چی؟ هوشت در کجا هستن؟ بگی. یک جای می رویم. رفتیم. کلدگ یک جای همه کسا. همیشه دوست مانیم. نکی این رو میزنی و آلود میشوی. نه همین خیلی. تو دیوانه شده ای؟ خمارت را در پیش برادر من میشکنی؟ کور استی؟ برادرت از مرده بد است، این رو نمیفهمد. فهمد نفهمد هم خواهی به بیرون، نخواهی نه. مایلش جانم رفتیم بد نفس. تو هوای توزه رو نفس کشو، من هوای تو رو. ایور زی عشقت بیقرارم. این مهر توست در مغز جانم. از آتش عشقت در فرارم. پنهان نشوم ز دشمنانم. ای جاویدی که دوستت میدارم. پزمان بیشم شب می آیم. ای کاش تو بیایی امشب سراغم. امشب نصیب دیدار نشاید. فردا نصیب دیدار می آید. تا فردا با تو خواب شیرین جان
تا فردا به تو خواب شیرین جان. چشمانت بپوش ای بهارم. چشمانت بپوش دوستت می‌دارم. ظریف این رحمتی اوقی پدر کجا شد؟ شاید به یگان کوچه دیگر رفته باشه. نه راهی میرفتگیش همین جا است. ما باید قصاص بگیریم تا اینکه رحمت فهمد که جاوید تنها نیست. فهمیدی تیمور یا نه؟ راست میگویی. رسیدیم بچه ها. در کوچه ها احتیاط باشید. میدونید که در دهه ما سگ ها بسیار هستند. اصلا شما از سگ بد هستید و خیر مایلش. خیر بچه ها تو دیدن سرم توپ خورده. مستی ده مستی. اگه نوشیم شاید سال شود. گفته نمی شود. مستی رفتیم کنی ملادیت رفته رو آنا اومد. پیش درو تیمور پیش درو. شما کی هستید؟ سلامی جاوید رو به تو میرسونیم. از من چی میخواهید؟ تو با کدام دستت جاوید رو زده بودی؟ چرا از من میپرسید؟ رفته از جاوید پرسید. چخیل شما نامردها جاوید رو لطکوب کرده. ما هم باید شما رو همین طور کنیم. شوین از اینجا. نادم تیمور ما رنگی آنها نادم نیستیم که یک نفر رو 3-4 کس بزنیم. من خودم جزای این رو میدیم. کنه فرا زود فرا گفتم. فرا اینجا لعنتی فرا. رحمت قهرمان میگویم. اوه انا جزای تو با این رحمت قهرمان بود است. انا بگی انا گریختیم تیمور. ای باشه تو چیکار میکنی؟ این شرطه که در خونم بود. رفتیم گفتم زود باشید. رفتیم تیز بریم تیز. اوه رحمت قهرمان با تو چی شده؟ مردی نبود فتاده را پای زدن. نامردها گر دستی فتاده بگیری دستم آدست مردی. رفتیم جانکم رفتیم. تو با کجا؟ من با خونه رفتنیم. ما این رو اجازت نمیدهیم. من در اینجا ایستاده نمیتوانم. من باید روم. ای تو در کجا میگردی ها؟ مثل هر وقت در خواب موندم. بلبانت چی شد؟ ای نپرس دهشت. امشب در خوابم قیامت رو دیدم. فرهاد در کجاست؟ اومدم انا نامش را گیر و گوشتش را کش. ای کلادک ته پوشکی تو در خونه من چیکار میکردن؟ چی؟ ته پوشکت ته پوشک خودت بود خیر. خیر من این گونه ته پوشک نداشتم. دین ابوزی رفتیم کو. خیر شد گبر بسته نکنید. سینه بابوشی رفتیم.
اومدای آینگی تو کپتی مستیه وای. بچه ها چی گفتین؟ برای اومده ایجاد کردم این رو. حالا ما میرویم. اوه موی سفید رو بین. بچه ها موی سفید رو دیدین؟ اوه موی سفیدی فرتود. اوه نه با تو وام میخورم گفته بودم و فکرم فراموش کرده بودی. ای موی سفیدی فرتود، تو با ما سر بسر من شب که به خدا خانت را آتش میزنم. فهمیدی چی گفتم؟ بچه ها از خدا شرم دارید. من شمایان را دیدن از خودم شرم میدارم. سلام. سلام بچه ها کنی گیرد استید. این کارا نکن. چند قشود بازی نکردیم ها؟ تاقیم را ده دادر جان. فوتبال بازی. توپ در دستت میتوانی بازی را ای آغاز بس تاخیر شرم دارید. تاخیر چی را انتظاری؟ بازی را آغاز کن. تاخیر را ده دادر. انا تاقیت را گیر. هوپا ما گیر موی سفید گیر تاقیت رو ما هوپا هوپ دادر جان از برای خدا تاقیم را ده. مرحبا موی سفید، تاقیت را گیرو. گپم را در گوشت گیر. یک بار دیگر ما رو تنقید میکنی به خدا تاقیت را نه خودت را فوتبال میکنیم. رفتیم به ماشین. خداوند ما را از شرمندگی نگهدار. اگر خطا کرده باشم ببخش. پروردگارا ما را به این زادگاهی به ما مایل دانستی در پناهت نگهدار و از خشم از بدیها دور ساز. اما جون با شما چی شد؟ چرا این طور نگاه اوه میکنید؟ بی اخلاقی ما درسی موی تو برادری گم کردم رو دیدم. دلم آب شد. این طور نگوید اما جون. من هیچگاه با پدرم برابر شده نمیتوانم. آدم‌ها کوشش کردند که با پدری من برابر شوند اما نتوانستند چون که مثل پدری من دل بزرگ نداشتند. من هم برابر شده نمیتوانم. جونکی اماش چرا اینقدر دیر کردم؟ کجا شد؟ انا باز منتظر شدم. خیریت اومد. اینجا اومده. شما چی کار میکنید؟ اینجا است؟ این چیست؟ قطی گوگیر این را برده زود به جاوید رسان. آخیر اکای جاوید در بیمارخونه؟ خیر چی بیمارخونه یک قدم ره. انا این یک سامان حق خدمتت. آخیر شما دیروز گفته بودید که برای قطی دوم 2 سامان میدیم. همین که قطی را برده رساندی باز یک سامان دیگر میدیم. فریب نمیکنید؟ نه اگر فریب کردید دیگر قطی نمیبرد. مایل است. اوه سلام امک جان، چی حال داره؟ علیکم السلام. تشکر. سلامت باشید. سلام امک جان، چه شما؟ سلام تیمور جان. سلام ظریف جان. کنی از کجا به کجا؟ امک جان از خانه آمدیم. بیمارخانه نزد جاوید میرویم. امک جان چرا شما زیق هستید؟ آخیر من چخیل زیق نشم. این بی فرهنگی و این بی وجدانی و این روسیاهی 3 فرزند دیارم را دیده من چخیل زیق نشم. امک جان شما زیق نشوید. من میدونم که شما رحمت، شکر و فرهاد را در نظر دارید. البته آنها نه تنها شما را بلکه تمام مردم دیه را اذیت میدهند. امک جان ما باید زود به نزد جاوید رویم. شاید کمکمان لازم می شود به او. خیر امک جان نغز مانه. روید کار خیر و ثواب است. یک دقیقه ایستید فرزندانم.
حتما سلامی مرا به جاویدان رسانید. مایلی اما جان، حتما سلام شما را به جاوید میرسانیم. خیر راهی سپید، خدا شفا یابد. خوب باشه، در امان خدا راهی سپید. تسکی کی اومدن؟ مایلش سراسیمام نکن. ای بلا زند، این کاری کی هستن؟ ای صدقه آدمگری شوید، این کاری کی باشدن؟ کاری کی هستین؟ من میدونم که این کاری کیست. نغمه زینب است. انا در آنجا پنهان شده به حال تو میخندد. ای دختر با اونجا بیا. با این طرف. اچغره وقتای اخیر مردم دی همو رو چشم دیدن ندارن. تو چرا این کارو کردی ها؟ مقصدم دیدنی دیداری تو بود. او اجینا، تو میدونی که من تو را دوست نمیدارم و با تو نفرت دارم. از دیدن تو شرمم میآید. آخر تو میدونی که من امیده را دارم و امیده را دوست میدارم. اگر دردت کند هم باز میگویم امیده را دوست میدارم. فرهاد لبای تو با کجا؟ یک بیمارخانه روم. رو تو فقط بهانه میجویی. فراموش نکن که اگر رحمت فهمد احوالت بد میشه. مایلش کنی چقور نفس کش. انا امین خیل. سلام همشیره، ممکن است دیشب به خانه ما رفتی چیزی نگفتم. چرا با اینجا اومدی؟ میدونی دیروز همراه برادر جاوید را لطه کوب کردیم. هنگامی زد و خورد پوچه هم دریافت. میدونی باید پوچه تو میشکست. بیچاره دوست داشتم را غمگین کردم. چی راست ایستاده ای؟ کنی بیا بینم. اپایم شیرا، اکای جاوید در کجاست؟ جاوید را جواب دادیم را. خیر میلش. ای کلادک، تو همون آدمی نیستی که اکای جاوید را لطو کوب کردی. یک بار دیگر از پیش خانه میگذاری. انا با تو. کودک است آخیر. من شوخی کردم، نخوا کودک رو زنم. من دیروز با چشمانی خودم دیدم که امیده جاوید را دوست می‌دارد. آخر دیروز با دو چشم سر دیدی که جاوید را چقدر لطو کوب کرده تحت عذاب و شکنجه قرار دادیم. بله این مهم نیست. مهم اون است که باید تو دانی که من امیده را دوست می‌دارم. از دیدن تو نفرت دارم و از بحر عشقت گذشتم. چیکار کردی رحمت بای؟ ایمان همون اجینه را رفتیم. فرهاد در کجاست؟ به بیمارخانه رفت. لبای در کجایی؟ بچه در کجایی؟ در بیمارخانه. زود بیا، یک دو کار است باید حل کنیم. کی بود؟ دادری گرنگی تو. اما جون، جاوید در کجاست؟ جاوید خواب است. با او چیکار داری؟ اما جون، من این قوطی گوگی رو با اکای جاوید رسوندنیم. اما جون، من این رو به شما دادن نمیتوانم. کنی قوطی را به من ده. باز کجای را آتش نزنی. اما جون گفتم که این رو به شما دادن نمیتوانم. پرویز خیرگی نکن. قوطی را به من ده میگویم نمیفهمی. انا بچه خوب شدی. اکنون رو. همین که جاوید از خواب خیست به او میگویم که دوستی خورده کد آمده بود. بلوزانت، من چی کار کردم؟ گوگیر را گرفت. اگر گوگیر را کشاده بیند سیری امیده فوش می شود. یک بلو کرده گوگیر را به دست آوردن در کار، وگرنه از یک زمانی میمونم. باید گوگیر را گیرم. نباید گوگیر را کشاید. خدایا با من کمک کن، از یک زمانی نمانم. بلوزنت. نه، نباید این طور شود.
بلا زند گوگل را کشد تقدیر مکتوب حل شد پرویزی به عقل از یک زمانی هموندی در درون این قوطی دل امیده بوده است کو؟ آن گپ در کجا؟ خورشیدی سپهری به زوالی مرغ چمنی خجست و حالی عشقان نبود که همچو بلبل هرگاه که بسوزی و ننالی باز چه گپ شد؟ مرا ببخشید که خبری ناخوش دارم. باز چه خبری ناخوش؟ قوطی رو امه‌اش گرفت. چرا قوطی رو به امه‌اش دادی؟ مرا مجبور کرد که گوگی رو به او دهم. تو مرا شرمنده کردنی هستی؟ زود یک سامان رو برار. نمی‌شود که قوطی گوگردی سیم رو برده از تو خلاص شوم. نه نمی‌شود. زود یک سامان رو برار. اپای اومده میدونید یک سامان در مغازین. دروغ نگوی. کنی ایستا جای بد رو کوبم. اوه این چیست؟ یک زمانی؟ دیدی؟ ها دیدم. با تو حرفی جایی کلام میتوانی روی. اپای اومده این خیل شدنش رو نمیخواستم. نعوده برو. چی؟ جاوید رو جواب دادید؟ آنا دوستم ظریف جاوید هم از بیمارخانه صحت و سلامت برآمد. رفتیم. تشکر به شما همشیره. خی ما میرویم. همشیره مایلش. چی؟ جاوید رو جواب دادند؟ آخر ما استخوان‌هایش را شکسته بودیم کو. هیچ گپ نه. این دفعه اگر جاوید از بیمارخانه به پای خود برآمده باشد دفعه دیگر با تابوت میبراید. مکتوبش رو خوندم. پر از درد و غم بود. امیده در حقیقت تو رو دوست می‌داشته است. نه تنها امیده دوست می‌دارد اما جان، جاوید هم دیوانوار او را دوست می‌دارد. چی گفتی تیمور؟ اما جان من در بیمارخانه از نگاه امیده پای بردم که به نهایت جاوید را دوست می‌دارد. چشمانش را از جاوید نمی‌کند. از کی باز با امیده عشق ورزی داری؟ همین درو باز ما عشق ورزی میکنیم. امیده دختر خوشروی کلین کنه میشود. کاری خوب میکنید اما جان. جاوید و امیده زیبنده یکدیگرند. این رو میدونم. تو راضی هستی فردا به خونهشان خواستگاری روم؟ اما جان شما با دیدوربینیش میروم. همین که رفته اومدم بعد جوابش رو میگویم. جاوید ما حتما همراهی تو میرویم. این رو از یادت نبرو. جاوید پیش از عمل کردن و ما وظیفه هایمان را معین کن. گوش کنید. باید سه چیز رو اهمیت دهید. یکم اگر کسی بیند دوم اینکه احتیاط باشد که کسی شما رو نبیند. سوم اینکه علاوه بر این تو به شرق و جنوب نگاه کن. تو به شمال و غرب. اگر وقتی افتید با زمین و آسمان هم نگاه کن. خیر دوستم جاوید و تو براری کن. خیر به من براری بوسه کنی. جاوید احتیاط کن. باز به دستی و چشم نافتی. این زودتر را که انتظار است. خب سلام. انا شبی دیدار هم رسید. این هم با خواست الله. چی تبریش شنیدم قوطی به دست امه‌تان رسیده است؟ این اهمیت نده. هیچ گپ نه. همش خوب است. اما ما رو میدونی که یک زنی حلیم مهربان دلسوز با کسی کار ندارد. اگر او رو خفه کنی با دل نمیگیرد میبخشد. برای همین اما جونی ما بهترین اما است. گفتگی بریم از تالار جواهرات تاج زرین برای تو یک گردنبند خریدم که با تو زیبنده است. تشکر زحمت کشیدی. جاوید من باوری دارم که خوشبخت میشویم. خدا خواهد خوشبخت میشویم. سودای محبتی تو دارم. ای گوهر چشم انتظارم. تلخ است مراز تو جدایی. از بحری خدا مکن تو خورم. یار از دل من خبر نداری. بر جانب من نظر نداری. از درد و فراق تو هلاکم. تو فکر مرا
басар надорӣ. чӣ гап шуд? талхамро кафондилан. магар талхаи ман накафид? рафте. инро аҳамият надиҳед, ин гуноҳи ман аст. хай ҳамин ҷо худоҳофизӣ мекунем. иншоаллоҳ ҳама корҳо хуб мешавад. хай то рӯзҳои хуб. умеда шаби хуш ба шумо. хайр. мақсади ташрифи ман ба хонаи шумо медонед ин риштаи хешу табориро мустаҳкам кардан аст. чӣ хеле ки шумо медонед ҷовид аз падару модар дар синни хурдсолӣ ятим монд. гарчанде меҳру муҳаббати падару модарро надида бошад ҳам, аммо ақлу фаросати хуб дорад ҷовид. ман мақсади шуморо фаҳмидам. духтари ман умеда 5 панҷааш ҳунар ба зами ин мактаби миёнаро хуб хондааст. чизҳоеро сарфаҳм меравад ки ман намеравам. ман ҳаминро ба назар гирифта духтари шуморо келин карданиям. ҷовид ва умеда зебандаи ҳамдигаранд. умеда? о умеда, лабай модарҷон, чойро биёр. ана оварда. ҳама кори бори хонаамро духтарам мекунад. асалом. салом. дар ҳақиқат умеда лоиқи ҷовиди ман аст. ман медонам ки ӯ ҷовиҷони маро хушбахт карда метавонад. худоё ин ду ошиқро ба висоли ҳамдигар расон. чӣ маслиҳат медиҳед дугона? раҳмат медонӣ чӣ дод мезанӣ? мон корамро кунам. ҷовид ба умеда хостгор равон кардааст. чӣ гуфтӣ? ба фикрам модараш розигӣ додааст. каладек ту корро давом де. чӣ гап шудааст? ба умеда хостгор равон кардааст ҷовид. умеда духтарам, аз ҷовид хостгорӣ омаданд. ту чӣ мегӯӣ? ман розиам модарҷон. ту розӣ? ин қарорат дуруст аст? дуруст аст духтарам? ту ҳоло вақт дорӣ барои фикр кардан. ман аллакай барвақт фикр кардам. чӣ барвақт фикр кардӣ? ту дер боз бо ҷовид не модарҷон, ягон фикри дигар накунед. ман бо ҷовид танҳо 2 маротиба вохӯрдам. эй шайтонча, ман фаҳмидам. хайр майлаш. модарҷон, кани гап занед. шумо маро дӯст медоред ё не? ман падар модар дорам ё не? барои чӣ ин гапро мегӯӣ? охир дӯстдошта маро хостгорӣ карда истоданд. ман бошам данамро воз карда нигоҳ карда шинама? зайнабро мегӯӣ? монед зайнабро, умедаро мегӯям. ман туро нафаҳмидам бачам. имрӯз як духтарро мегӯӣ, пагоҳ дигар духтарро мегӯӣ. охудаш чӣ гап? гапро дароз накунед. сабуксарии маро медонед. агар умедаро ба ман хостгорӣ накунед, ба худо худамро мекушам. модар ки розигӣ надода духтар розӣ шуд. духтар ки розӣ шуда бошад модарам розӣ дия. ташаккури зиёд. ҳарчи зудтар бояд ин хушхабарро ба ҷовид расонад. худои худовандо, илоҳо ин хона тӯй хона шавад. омин. хуш омадед. хуш бошед. бо биёед. апай умеда, охир ин шумо? ана ин 10 сомониро гир. барои чӣ? охир коре ки ту барои ман кардӣ арзиши 100 сомонӣ дорад. охир ин 10 сомонӣ ку? дастархонро гирифта биёр писарам. модарҷон, кӯшиш кунед ки ҳал шавад. кӯшиш мекунам писарам. ба фикрам ноҷо омадам. салом алейкум. майлаш, худо аз чунин рӯзҳои хурсанд. руқиябону, шумо меҳмони нохондаро қабул мекунед? чаро не, албатта. марҳамат, гузаред. майлаш, хуш бимонед. гузаред. руқиябону, шумо ягона шахсе ҳастед ки писарамро аз марг наҷот дода метавонед. писарам раҳмат мегӯяд ки агар умедаро ба ман гирифта надиҳед, худамро мекушам. шумо чӣ мегӯед? ман нафаҳмидам. чизе ҳам гуфта наметавонам.
ман бо духтарам маслиҳат карда ба чунин қарор омадам ки умедаро ба ҷовид диҳам. медонед ҷовид як сағираи бесоҳиб аст. бар зами ин зиндагиашон ҳам он қадар хуб нест. тӯй кардан бисёр мушкил аст. агар шумо хоҳед ман хароҷоти дутарафаи тӯйро бар зиммаи худам мегирам. мефаҳмед ман бояд бо духтарам суҳбат кунам. ин лаҳза ҳасосноктарин ва ҳаяҷонтарини лаҳзаҳои ҳаёти ман аст, чунки гумон мекунам агар умедаро ба даст оварда тавонам аз зиндагӣ розиам ва чизе намехоҳам. ҳоло аз шодию хурсандӣ нафасгир шуда оби даҳонро фурӯ бурда наметавонам. ишқ аҷаб мӯъҷизаи зебо ва бузурге будааст ки худованди яктову ягона насибам гардонидааст. бузургон фармуданд ишқ худ ишқ набудааст, балое будааст. ишқбозӣ аҷаб кори хатое будааст. меда духтарам очаи раҳмат ба ту хосгӯрӣ омадааст. ту чӣ мегӯӣ? оча ман вай каладо рӯзи беақли бефаҳмро намегирам, аз он ки зани ӯ шава мурданам беҳтар аст. ман ҳам ҳаминро пурсиданӣ будам. майлаш духтарам. очаҷон чӣ шуд? нашуд. бало занад. дастархонатонро гиред. рафтем духтараш сарашро хӯрад. бачаҳо, модари умеда ҷовидро домод интихоб кардааст ва ҷовид фикр мекунад ки умедаро ба даст овардааст. раҳмат, ҷовид дар ҳақиқат умедаро ба даст овардааст. метавон гуфт ки дар бозии як гулу ду харидор ҷовид муваффақ шуд. не раҳмат, шокир рост мегӯяд. метавонӣ таслим шавӣ. ту эй даҳанвоз, ту чӣ гуфта истодаӣ? ту мехоҳӣ ки ман ба осонӣ таслим шавам? не боз не. ман 3 кило маводи мухаддири сахттаъсир дорам. раҳмат, маро бо ин гапат ҳайрон кардӣ. чаро яку якбаро мавзӯят дигар шуд? бачаҳо, ҳайрон нашавед. ман як нақша дорам. медонед, гуфтаниам ки агар бо ман ҳамфикр бошед, охир 1 килоӣ ба шумо тӯҳфа мекунам. ман розӣ, аммо шокирро намедонам. ман ҳам розӣ, аммо мехоҳам ки аз нақшаат огоҳ шавам. охир аз нақшаи ман пагоҳ огоҳ мешавед. ҳамин тавр. ҳамин тавр. духтарам, рӯзи тӯй аниқ шуд. мо шароити тӯй карданро надорем. аз бародарат хату хабар ҳам нест. намедонам чӣ кор кунам. очаи раҳмат, хароҷоти дутарафаи тӯйро бар зимма гирифтанӣ буд. модарҷон, ман гапи гуфтагиамро гуфтам. ман вай бачаи беақли бефаҳмро намегирам. хайр, майлаш духтарам, нағз хуб кун. ҳамааш хуб мешавад. ё пирам. ошсатар як паша магас дар ҳамин дунё мега ки ман як бор ошиқӣ кунам. сартарошхона медонад, сарашро пас мекунад. рафта аз тоҷи зарин як чалай қиматбаҳо мехарад барои арӯсаш ва баъд шиму кастуни қиматро харида мепӯшад. дар ҳаво парвоз мекунад, дар ҳаво мемурад. қиссаи паша ба охир расиду. қиссаи раҳмат қаҳрамон бо модараш ва хонаводааш сар мешавад. дари маро ӯй мекарда бошанд ё ки не? модарҷон, намедонам ӯй мекунанд ё не. акун наомаданд. ин чӣ аҳвол аст? ба ҳолатон як нигоҳ кунед. шарм намедоред магар? бубахшед модарҷон, каме нӯшидем, боз ҳайрон нашавед. ман чӣ хел ҳайрон шавам? рӯзи дароз кори шумо бадмастӣ кардан. худоё дар пеши ҳамсояҳо шарманда кардед охир маро. худо, биё ба хона даро, ба хона даро мегӯям. кани роҳ рав, роҳ гард. раҳмат. худоё ҳамсояҳо чӣ мегӯям? паша, ҳамсояҳо чӣ мегӯям? шарманда карди охир. пеш даро, хона даро мегӯям. эҳтиёт бошед.
ана ман дар хонамо расидам. ин хонамо набуда. Саг. احتیاط کنه بیاداب. روید چی نگاه دارید؟ روید بچه بی اخم. اومده رو بیاره میگویم. اومده این کی آدمی شده باشد آچه؟ اومده بیا رفتیم آچه. ای خدای مهربان، ما رو در پناهت و از شرمندگی ها نگه دار. برادری غریبی گم گشته‌مان را با ما برگردان. ای خدای مهربان، به تو باوری و اعتمادی بزرگ داریم و مطمئنم که خدا جان ما را ناامید نمی‌سازی. آمین. خدایا خداوندا، به درگاهت شکرانه بی‌عدد میکنم. خداوندی بخشاینده مهربان، به خانه ما بخت آوردی. فردا کشتی بختی من در حرکت می درآید. خدایا ستاره بختی من را درخشان گردان. آمین. خدایا خداوندا، مرا در این دریای پرتغیانی زندگی از آفتها و دردها ایمن دار. مادر جان مرا ترسوندید کو؟ پسرکم تو کجا شدی؟ یک بار از حال من و خواهرکت خبردار نشدی. ما را خواطر کردی. جانی ببخشید مادر جان، در حقیقت نسبت شما به اهمیتی کردم. گمان نکنه که من در فکر شما نبودم. هر آنچه که میکردم برای خوشبختی عائله‌مان بود. انا روزی توی خواهرت هم معین شد. این خواهرک من عروس شده مان کو توی میشود. بهترین توی خواهرک من. سمکه مرا ده. من برای خواهرکم یک تحفه ناچیز آوردم. میچ کنه تسلیم
بچه ها تو چی کار میکنی؟ تیر ندارد خالی است بای 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 این از آنی توست اینش باشد از آنی توست بچه ها آشی تنتان شود شاکر کلادک میدونه چی حالا کمتر استراحت میکنیم بعدا دوام میدهیم وقت رفته است اوی شاکر اوی خیلی از جاید خیلی از جاید وقت رفته است فرهاد در کجاست فرهاد در کجاست نمیدونم رقمش چند است اینو کی است؟ رحمت قهرمان این صدای تلفن از کجا است ها؟ دف شباز پیشی پایم لین برادرم او تو کلادگ حیوانی عقلی سگ بچه معلوم می شود که این نغمه بازی تو از دربار دوام دارد با خدا میکشم نیست سردکچه با تو امکانیت میدهم تا سخنی آخرینت را بگوی رحمت اگر سخنی آخرین من رو شنیده خوی من پیت رو دوست میدارم سزایی تو این است نه نه فرهاد با تو چی شد خودت را به دست گیر دلت سوخت دلم با کودک بطنم سوخت چی کودک رحمت ما باید از پای نقشه کشیده ما شویم وگرنه دیر می شود می رویم رفتیم کاره میکنم که آنها از ریشه برآمدن نمیتوانند جاوید و امیده کیبونه رحمت قهرمان را نمیدانند رحمت قهرمان البته قدرتی همه کار کردن را دارد و موفق هم می شود اینجا جای موافق است برای نگاه داشتنی آنها البته رحمت قهرمان در این بازی یک گل و دو خریدار موفق خواهد شد این را حالا نمیداند شاکر شیشه ها را شکن پاره پاره کن رفت در بین راه شکن ای دلکم واه لیلا خوش دلکم خبر نداری امیده جان از نقشه ای رحمت پهلوان خبر نداری امیده جان از رخشه های رحمت قهرمان شاکر جاوید با امیده تا به همینجا میتوانند بیایم و این شیشه های رحمت قهرمان نمیگذارند که از اینجا گذشته روند در همینجا میمانند دوستان کار اینجا به آخر رسید بیاشین میرویم رفتیم
کجا شدن اینها اینقدر دیر کردند؟ از خانه جاویدشون برآمدند. با فکرم از همینجا میگذرند. بله از همینجا میگذرند. ما باید اینجا انتظار شویم. خدایا چی شو کنه بینا بلو زند این شیشه پاره از کجا پیدا شد؟ ماکیت اینجا است؟ چی گپ شد؟ چرخ ماشین کافی دوست سبب است انا همین شیشه شما یک بود هوای تازه گیره تو بله شما جان هیچ گم نیست و یک فرامده هوای تازه میخوریم گنی فرو تیمور فرو اوپا منظره های خیلی عجیب میدونید بچه ها منظره های تاجیکستان خیلی زیبایند امیده میدونی چی؟ کبوتر عشق من و تو در هوای زندگی چنان بلند پرواز خواهد کرد که آدمان دیده هوسش را میخورند و من و تو هم باید طور نهال زندگی را سبزانیم که میوه های شیرین و زیبا حاصل نماید. امیده من تو را دوست میدارم انمی خیل اینجا زیبا بوده است. بالا زند نساز در خانه مونده است. در کجا گفته؟ خانه با امک جان هیچ گپ نیست ما زودتر رفته میوریم. ظریف احتیاط باش. تیمور این رحمتی آقی پدر نبود؟ این رحمتی آقی پدر زهرش رو به جاوید میرسوند. رفتیم. جاوید حالا باشد درختی حیاتت را ریشه‌کن میکنم. عبدالله شاکر زود داشت بار که به ماشین میرویم. این کی است با اینش را زن رتش کن عبدالله را. اینها با من بازی میکنند. زود با شاکر میرویم. خوش آمدید به دنیای رحمت قهرمان. اکنون میدونید رحمت قهرمان کی است. امک جان چی گپ شد؟ کنه دومود و عروس میدونتون دومود و عروس را بر کرده بردن. تو فکر کردی که امید را از من گرفته میتوانی؟ نه تو این را از من گرفته نمیتوانی. با این هیچگاه اجازه نمیدهم. فهمیدی ابله؟ رحمت فکر میکنی اینجا به خطر است؟ اینجا همش از خودم است. رو به پاسبانگوی که کسی ندارد. فهمیدی؟ رو جاوید امیده به شما نگفته بودم که به رحمت قهرمان بازی نکنید زیرا که رحمت قهرمان موفق خواهد شد. انا دیدید که چگونه موفق شدم. غمگینم که تو حالا میمیری و این نفس های آخرین توست. تو را میکشم و بعدا نفسی آزاد میگیرم. جاوید این شکنجه ها انتخابی خودت است. حالا تو میمیری و این دنیا را دیگر نمیبینی. کشتنی باشی تیز سر کن.
نگورز مردی نگورز نامرد اکا جون جاوید دستانی مرا کشو مایلش اکا جون ظریف و تو چی شد؟ ظریف تیمور یه طرفیست بطوزون شده این لنگ اینجا مدنزین آمد اینجا بیا با داستان میرفتی تو اکنون نمیری خیز از جایت خیز رحمت قهرمان از جایت خیز اکنون کلمه های اخیرونت رو عرض کن اینش برای اکی امیده رحمت قهرمان هر کس پاداش عمل خود را میگیرد اکنون بدبختانه قانون زندگی است خواب کن خوابی ابدی کن عشق پاکم عاقبت به پاکی می انجامد خداوندا در دل این دو جوان مهر و محبت پاک وجدان و دانش و معرفت را هویدا کن آمین خوابت را دیدم عزیزم دلتنگم و بیدار دیگر کارم شد و هر شب میپرم از خواب هرچی گفتم نرو برایت فرقی نداشت رفتی گفتی بر من از قفام هرگیز نگرد ببین حالی من بدتر شد جانم آخر بیا برگرد آه دلی دیوانم بتونم آه دلی تنگم رفتی آخر برگرد اینا همش دردن با دلی تنگم نم نمی بارا خاطره هاما دیگر تونستی هر جا که ایستادم یادی تو افتادم دیگر تونستی
دیگر فکری تو ندارد او را فراموش بکن دیگر پروایت ندارد تو کی نستی که این دلم بیا باز هم برایم میتپد آخر تو بیفهم بیا تو بیفهم دلی تنگم رفتی آخر برگرد